Aristo's time, it's thinking time. سلام و درود با یه داستان دیگه و یه فکر دیگه. اسمش هست دیگران. داستانمون اینجوری شروع میشه. یه روز صبح زنبور گفت خرسی، گاهی وقتی روی گلای بنفشه وحشی می نشینم بقیه به من میگن زنبور کوچولوی پرکار. خرسی همینطور که زیر درخت نشسته بود و داشت پشتش رو به تنه درخت میمالید گفت گاهی به منم میگن که خیلی قوی هستم مثل یه خرس، اما من بعضی وقتا احساس تنبلی و ضعف میکنم. اون وقتاست که حتی دوست ندارم از غارم بیرون بیام، حتی اگه اون روز خورشید هم به رودخونه بتابه. زنبور گفت بله، منم همیشه پرکار نیستم. گاهی دلم میخواد هیچ کاری نکنم و راحت روی یک گل تاب بخورم و لذت ببرم. روی گلای بنفشه وحشی، درست مثل الان. خرسی پرسید پس چرا مردم همچین چیزایی درباره من میگن؟ زنبور گفت خب چون تو یه خرسی. خرسی رو به بالا به نوک درخت نگاه کرد که گهگاه پرتوهای خورشید از میون برگهاش میتابیدند. خرسی جواب داد بله، من یه خرسم. خرسی با دقت به پوست قهوه‌ای و پنجه‌های بزرگش نگاه کرد و ادامه داد گاهی احساس میکنم مثل یه موشم، یه موش ترسو. زنبور با تعجب پرسید چطور؟ راستش وقتی رعد و برق میشه اون وقت من مثل یه موش ترسو میشم. زنبور گفت من اینو نمیدونستم. زنبور گفت گاهی منم مثل غاز میشم، یه غاز احمق. خرسی با تعجب به زنبور خیره شد. چطور؟ چون وقتی بارون میباره گاهی میرم بیرون تا پرواز کنم و فراموش میکنم که بالهای من خیس میشن و من دیگه نمیتونم پرواز کنم. زنبور از خجالت گونه‌هاش سرخ شده بود. نسیم ملایمی میوزید و صدای خشخش برگها به گوش میرسید. خرسی رو به زنبور گفت زنبوری، خجالت نکش. تو میتونی گاهی یه غاز احمق باشی، عیبی نداره. زنبور گفت متشکرم خرسی و رو به خرسی ادامه داد و تو هم با خیال راحت گاهی میتونی یه موش ترسو باشی. خرسی خندید مرسی زنبوری. آفتاب از میون برگها دماغ خرسی رو قلقلک میداد و میون حرکت بالهای زنبور هم رنگین کمان موج میزد. اینم از داستان امروز. شما درباره فکر دیگران چی فکر میکنید؟ برامون بنویسید. پایان هر داستان آغاز یک اندیشه است. تا شنیدار بعد. Aristo's time.